دوستانی که مثل من هیچی از کلش رویال بارشون نیست، از سال 2016 دارم بازی میکنم. هنوز از لیگ 3 نه لیگ 6 رفتم، دروغ نمیگم، لیگ 6 بیشتر نرفتن. سلام، ما یه چیزی میخوام بهتون بگم به دیگران. شما که میدونید ما واسه تفریح، واسه سلامتی کلش بازی میکنیم. ما مثل شما با کلش بازی نمیکنیم. میره برای بتل searching for operation the brain. کل 12 سال کلاس یه سیشن. خب لول 14 کس مینوس. ببین اینا اولین ویدیو من کس، مثلا زندگی به کس بستن. اصلا چی بگم کسکش. فکر من دالا کسم پگاه علیگی بندازم هستم، بعد وقتا هستم ولی خب در آقا من اصلا میخوام به این اسم ببازم. خدا شده کاسمینکس یه عالمه بعد اسمش معلوم خیلی اون کسباز یا اون دروغو یا اون بیناموس یا بعد اسم یاده. در حال نمیشه از اسم قضاوت کرد، از اسم میشه قضاوت کرد، میشه به در یک ذره کسکشی اگه کرکر رو بزنی. مرسی که آدم درستیه. بگم الان رو اسم نمید کرکشیرش میاد که یه دونه به تابر ما بزنه، یه دونه میزنه ولی رومانیانز هوک. آخه کسکش رومانی چیه که هوک پلیرش چی باشه؟ فکا میندازیم دوباره همون حرکتی میزنه. خب مشنگ منم مشنگتر از تو که دوباره فکا انداخته باشه. اینجا میره که کرکر بندازه، ما اینجا که میرم بگیم چی بشه اینجوری. خدا شاید من که یه جای قسمتم بوگ ننوشته و اصلا به دای بازی بهتر از این بوگ میندازم اینجا و دیگه تاور فینیش فینیشه یه ضربه میزنه و تاور اثری میگیره. پگاه حالا بگاه میده. پگاه کون داری هول بند مثل اینکه داره و یه سری زیبا تماشایی اون بذار برای کسی. حالا اسکلت نمیدونم چی بود. اول نمیدی ویدیو بگید اسم رو بگیم. خب دیگه مشنگ حداقل اسم تو عوض کن. طرف بکن چه هوک پلیری هست. اولم کلن تو عوض کن. کارمادر شخصیت کلن تو نگم نایت میندازه. دوستانی که انگلیسیتون یاد تخمای ابوالفضله کنایت نوشته میشه نایت خونده میشه. چقدر علمم از کلش بالاه. آیا کنایت رو پگاه میزنه، ما پگاه به دریقه کرکر میزنیم. خاطرات شما با ارادت به هرچی کسه ولی ما کاسمینوس رو بردیم.